فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نیهاد اگر درست تلفظ بکنم از ارومیه پرسیدن که خسته نباشید، آیا توسل به پیامبر در دعا درسته یا نه؟ توسل یک حکم شرعی هست که در قرآن اومده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده. منتها این توسل به صورت صحیح و درستش تا حالا برای مردم تبیین نشده، یا اشکالاتی که از جانب به اصطلاح شبه پراکنان در واقع ایجاد میشه بر اصل موضوع نیست. این تبلیغات کردند که اهل سنت و الجماعت توسل را قبول دارند، وهابی ها توسل را قبول ندارند. این یک تبلیغ عمومی هست که تفاوت در میان اهل سنت و وهابیت این است که اهل سنت تمامشون توسل را قبول دارند، اما وهابیت توسل را قبول ندارند. من عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که در زمینه توسل در میان مذاهب اسلامی یا اهل سنت به تعبیر آقایون که میگن و در میان وهابیت، اگر که وهابیت را جدا از اهل سنت تصور بکنیم و فرضاً اینو قبول بکنیم، درباره توسل هیچ گونه اختلافی در میان این اهل سنت و وهابیت وجود نداره. قطع نظر از این که وهابیتی اصلا وجود نداره به عنوان این که یک مذهب جدای از مذاهب اهل سنت و الجماعت باشه. وهابیتی که امروز مطرح می شود، سلفیتی که امروز مطرح می شود، در عقیده هیچ گونه تفاوتی با بقیه اهل سنت و الجماعت، با احناف، با شوافع، با مالکی ها، با حنبلی ها در هیچ موردی از موارد عقیده حتی در یک مورد با هم دیگر تفاوت ندارند. همون عقیده که امام ابو حنیفه داشته، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل داشته، دقیقاً همون موارد اعتقادات دقیقاً اعتقادات وهابیت یا سلفیتی هست که وجود داره. و جالب اینجا هست که کتابی معروفی هست، کتاب عقیدة الطحاویه که نویسندهش امام طحاوی هست و حنفی هست. این کتاب با این که نوشته احناف هست، این کتاب عقیده مسلم احناف و شوافع و مالکی ها و حنبلی ها و سلفی ها و وهابی ها هست. این همه بالاتفاق یعنی این کتاب رو قبول دارند و یکی از مراجع اعتقادیشون است. پس بنابراین وهابیتی که با اهل سنت تفاوت داشته باشه چنین چیزی وجود نداره و در مسئله توسل دیدگاه اهل سنت و وهابیت موهومی که تبلیغ میکنند دقیقاً یکی هست و هیچ تفاوتی را نداره. توسل جایز هست، یک حکم شرعی هست، نه تنها جایز هست بلکه مسنون هست و یک حکم شرعی هست. انسان باید توسل بکند. اما به چه چیزی توسل بکنند؟ آیا مثلا من میتونم به عنوان این که آقا توسل جایز هست، من وهابی نیستم، بیان به این لیوان توسل بکنن؟ چون این چیزی رو کسی رو نگفته. حتی همونایی که توسل را قبول دارن چون چیزی رو قبول ندارن. پس بنابراین معلوم می شود که توسل به چی چیزی جایز هست، به چی چیزی جایز نیست. این یک محدوده شرعی رو داره. توسل اگر به نام الله متعال باشه، به صفات الله متعال باشه، هیچ گونه اشکالی رو نداره، همه میگن که جایز هست. توسل اگر به عمل صالح خود شما باشه، هیچ گونه اشکالی نداره. شما در یک زمانی مثلا به یک فقیری کمک کردید، یک عبادتی رو نفلی رو انجام دادید، یا حتی یک عبادت فرضی الله متعال را به روش درستی انجام دادید، امروزه دچار بیماری شدید، دچار ضرر و زیان شدید، میتونید توسل بکنید ای خدا به خاطر اون نماز پنجگانه‌ای که من میخونم، به خاطر اون صدقات و خیراتی که من دادم، به خاطر اون محبتی که من با توی الله دارم، به خاطر ای الله به خاطر نامها و صفات خودت این مشکل رو حل بکن. هیچ کسی نگفته که این توسل به اصل حرامی هست. همه بالاتفاق هم اهل سنت و هم وهابیت اینو قبول دارن. یا اینکه توسل به دعای یک شخص انسان زنده، شما میروید پیش یک عالمی، پیش یک انسانی که پرهیزگار هست، از اون طلب میکنید که فلانی من امیدوار هستم که دعای شما بهتر قبول بشود، شما در حق من دعا بکنید. این توسل به دعای شخص زنده هست. اینم به اتفاق تمام اهل سنت جایز هست. اما توسلی که ناجایز و حرام هست اونو در واقع هیچ کسی قبول نداره. توسل به مردگان باشه، توسل به ذات باشه، به شخص یکی دیگه باشه. مثلا دعا میکنه ای خدایا به جاه پیامبر، ای خدایا به خاطر پیامبر، ای خدایا به حق پیامبر یا به حق فلان شخص منو مثلا فلان کار منو انجام بده و این مشکل رو از سر من دور بکن. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که امام اهل سنت و الجماعت و معروف از به امام اعظم،
در این زمینه معتقد هستم که جایز نیست که شما توسل بکنید به جاه پیامبر. حتی حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه توسل به جاه پیامبر یا توسل به شخص پیامبر رو که من به پیامبر توسل میکنم این جایز نیست. اما اگر شما مثلا میگوید که ای خدایا به خاطر پیروی که من از رسول الله دارم، توسل جایز، اشکال نداره. ای خدای به خاطر محبتی که من در قلب من نسبت به پیامبر تو هست این مشکل ما را حل بکن، این هیچ گونه اشکالی را نداره. اما این که بگی خدایا به حق پیامبرت، به جاه پیامبرت، به خاطر شخص پیامبرت، این چیزی هست که هیچ یکی از علمای اهل سنت و الجماعت از ائمه، منظورم ائمه بزرگوارمان هست، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل، چون این چیزی رو معتقد نبودند. پس بنابراین توسل به نام و صفات الله متعال، توسل به اعمال صالحه، توسل به دعای انسان صالح و زنده جایز هست و توسل های دیگر توسل های ممنوع و شرک آمیزی هستند.